پاشی بریم سبزی فروشی محل و مظلوم ترین و پرخاصیت ترین سبزی دنیا که همین کرفس بیچاره است و بخرین و باهاش این خورش کرفس جانانه و جا افتاده و خوش رنگ و لعاب رو درست کنی. اگه دوست داری رمز و راز این خورش کرفس رو بدونی، جوری درستش کنی که همه عاشقش بشن، برای منو لایک کنین تا بریم با هم درستش کنیم. به ازای یه دسته کرفس ما 100 گرم نعنا و 300 گرم جعفری نیاز داریم، یعنی نسبتش 3:1. ساقه‌های کرفستون رو به اندازه یه بند انگشت خرد کنین و سبزیاتون هم داخل هر دستگاهی که دارین حسابی خردشون کنین و داخل تابه روی گاز قرار بدین و حسابی سرخشون کنین. ساقه‌های کرفس هم داخل یه تابه جداگانه با روغن تفت بدین تا مقداری سرخ بشه و نرم بشن. سبزیتون هم زیاد نباید سرخ کنین که خورشتون طعمش تلخ نشه. یکی از رازهای خوشمزگی و لعابدار شدن تمام خورش‌های ایرانی استفاده از پیاز داغ فراوونه که به صورت رنده‌ای باید باشه، یا اینکه ریز خوردشون کنیم و استفاده از گوشت گوسفندی درجه 1 و دنده گوسفندی هستش. زردچوبه، فلفل سیاه، فلفل قرمزم بزنین و حسابی تفتشون بدین. من روغن کم زدم چون سبزیم روغن داشت و اما راز خوشمزگیش اضافه کردن 2 قاشق سبزی قرمه سرخ شده. سبزی که سرخ کردیم به همراه 1 قاشق مرباخوری نعنای خشک هستش. برای عطر بیشتر آب بریزین و درشو بذاریم بپزه. و اما کنار هر خورش ایرانی باید یه پلوی ایرانی درجه 1 هم باشه که من از برنج با کیفیت فردون کنار صبحگال استفاده کردم. یکی از بهترین برندهای برنج شمال کشورمون هستش. از تولید تا مصرف کارا خودشون شخصا نظارت میکنن. برای همینی که برنجشون از عطر و پخت بسیار بالایی برخورداره. بچه‌ها برای خرید انقدر از کیفیت برنجشون مطمئن هستن که براتون ضمانت مرجوعی گذاشتن. با خیال راحت به پیجشون سر بزنید. وقتی که برنجتون آبکش کردین ته‌دیگ دلخواهتون رو بذارین. فقط روغن کم نذارین که ته‌دیگتون ترد و برشته بشه. برنج رو بریزین، چند تا حفره ایجاد کنین، درش رو بذارین. وقتی که بخار کرد ترکیب آب و روغن هم بدین و درش رو بذارین تا حسابی دم بکشه. و اما 1 ساعت آخر پخت ساقه‌های کرفسی که سرخ کردین رو به خورشتون اضافه کنین و بذارین بپزه. آخر کارم نمک خورشت رو اندازه کنین و رمز و راز آخر غذامون هم اضافه کردن شنبلیله خشک، زعفرون و آبقوره تازه و چند تا پرک لیمو امانی هستش که طعم خورش کرفس از این رو به اون رو میکنه. حتما امتحانشون کنین. آخر کارم برای اینکه یه برنج دون و مجلسی و براق داشته باشین یه روغن داغ حسابی بدین و سرو کنین و کنار این ته‌دیگ ترد و برشته و خورش کرفس جا افتاده کنار عزیزانتون از خوردن این خورشت خوشمزه و پرخاصیت لذت ببرین. حتما امتحانش کنین و بفرستین برای عزیزانتون. نوش جان.